دوستان عزیز، به کانال روایت تلخ خوش اومدین. من راوی داستان‌های واقعی شما هستم. قضاوت با شماست. لطفاً تا آخر داستان با ما همراه باشین. اسمم ساجده است. خونمون سمت تهران پارسه. من بزرگ شده شرق تهران هستم. 2 خواهر دارم و یه برادر. من اولین فرزند هستم و بعد از من 2 خواهر و آخرین بچه داداشمه که فوق‌العاده لوسه، چون مادر و پدرم آرزوی پسر داشتن و به امید پسردار شدن هر بار تیرشون به خطا میرفت. خدا بهشون دختر میداد. من نمیدونم توی فرهنگ ما ایرانی ها چرا اکثریت پسر دوست هستن. مگه دختر چشه؟ مادرم از همون اول که داداشم به دنیا اومد بین ما فرق شدیدی میذاشت. فاصله سنی ما معمولاً 2 سال بود و فقط 2 تا آخری شیره به شیره و پشت سر هم بودن. من 8-9 سالم بود که داداشم به دنیا اومد. هنوز توی کودکی بودم و احساس شدید محبت داشتم. ولی والدینم اصلا منو نمیدیدن، چون از شانس بد من اولین بچه بودم و دختر هم بودم و اصلا بهم توجه نمیکردن و همه توجه ها به سمت تنها برادرم بود. با خلاهای شدید عاطفی بزرگ شدم که از طرف پدرم داشتم. تنها مرد زندگیم. توی اول دبیرستان شروع کردم با جنس مخالف دوست شدن. اون زمان مثل الان آزادی نبود و پلیس دائم دختر پسرها رو میگرفت و من پدرم شغلش نظامی و دولتی بود. اگه منو میگرفتن خیلی براش بد میشد، ولی من باید خلاهای عاطفیمو پر میکردم. با چند تا پسر دوست بودم تا اینکه یه روز تابستون گفتن عروسی یکی از پسرهای فامیلمون توی شهر ساریه. ما هم به سمت ساری حرکت کردیم. من تازه دیپلم گرفته بودم و بر و روی داشتم. توی زمان خودم دختر زیبایی بودم. توی عروسی من با یکی از پسرهای فامیل عروس دوست شدم که از قضا برادر کوچیک عروس خانم بود و 21 سالش بود. وقتی برگشتیم تهران قرارهای ما شروع شد. اون پسر خیلی هات و گرمی بود. وقتی باهاش بیرون میرفتم و روی صندلی پارک میشستم چنان منو محکم بغل میکرد و روی سرم رو میبوسید که حس خیلی خوبی بهم دست میداد. خیلی قربون صدقم میرفت. بهم حرفهای عاشقانه میزد. چند باری متوجه بزرگ شدن اونجاش از روی شلوار شده بودم و قلبم تون میزد. ولی خودم رو میزدم به اون راه. پسر پر احساسی بود. انگار میدونست که من چقدر خلأ عاطفی از طرف پدرم دارم. یه روز با سجاد رفتیم یه پارک خیلی خلوت بود. کنار پارک یه فضای بزرگ بود که پر از درختای کاج بود. با هم کمی صحبت کردیم. سجاد شروع کرد به حرفهای عاشقانه زدن و قربون صدقه رفتن من. دوباره بهش نگاه کردم، دیدم اونجاش بزرگ شده. بهش گفتم حالت خوبه؟ انگار یه جوری شدی. گفت نه خوبم، ولی چشماش کاسه خون شده بود. دستم رو گرفت و منو برد تو اون قسمت پارک که پر از کاج بود. شروع کرد به بوسیدنم. مالیدن برجستگی‌های بدنم. بی‌حس شده بودم. هیچ عکس‌العملی نمیتونستم نشون بدم. انگار دوست داشتم اون اشتباه و اون کارها رو با هم انجام بده. چند دقیقه نگذشته بود، شاید کمتر از 5 دقیقه، که پلیس ریخت و ما رو تو اون حالت وسط کاشا دستگیر کرد. خیلی ترسیده بودم. هرچی التماس خواهش کردیم قبول نکردن و ما رو بردن وزرا. اونجا منو انداختن توی زندان موقت زندان تا زمانی که پدر مادرم با مدرک بیان برای آزادی من. از ترس پدر مادرم داشتم میمردم. درسته ما کاری نکرده بودیم و فقط در حد بوس و لمس کردن از روی لباس بود، ولی اون موقع خیلی بگیر بود و نمیذاشتن کسی با کسی دوست باشه و معمولا دختر پسرها رو میگرفتن و حتی جلوی ماشین ها رو میگرفتن. دوست نداشتم پدر و مادرم بیان دنبالم. نمیخواستم نجاتم بدن. میخواستم همونجا بمونم. میدونستم اونا منو میکشن. خلاصه که من توی زندان وزرا تا پدر مادرم برسن 1000 بار مردم و زنده شدم. وقتی اونا اومدن جلوی پلیس یه عالمه سرم داد زدن و دعوام کردن. وقتی هم به خونه رسیدیم پدرم انقدر با سگک کمربند منو زد که یه تیکه سفید توی بدنم نمونده بود. انقدر موهامو کشیده بود که تمام سرم میسوخت و درد میکرد. پدرم نظامی بود. زیادی غیرتی نبود، ولی نمیدونم اون شب اونجا بهش چی گفته بودن که اینطوری آتیشی شده بود و منو به حد مرگ کتک زد. خلاصه که اون شب جهنمی تموم شد و من تا چند ماه از اتاقم بیرون نمی اومدم. فقط برام یه ذره غذا و آب خواهر کوچیکم می آورد توی اتاق و من فقط برای دستشویی اونم 1-2 بار اجازه داشتم بیام بیرون. حتی چند ماه اجازه حموم رفتن نداشتم و حالم از خودم به هم میخورد. چرا اینقدر افکار پدر مادر من پوسیده بود؟ چرا این رفتار رو با من میکردن؟
مگه من بچه دشمنشون بودم؟ تا اینکه بعد از حدود 6 ماه که همه چیز کم و بیش به حالت قبل برگشته بود، با مادرم رفته بودیم هیئت. توی هیئت یه خانمی از من خواستگاری کرد. مادرم گفت حق نظر دادن نداری. ما همه تحقیقات رو انجام میدیم، باید شوهر کنی. ما نمیتونیم تو رو نگه داری. تا بیشتر از این آبرومون رو نبردی. داماد وضع مالی خوبی داشت. مدیر کل یه قسمت مهم توی شهرداری غرب تهران بود، ولی یه مشکل خیلی بزرگ داشت. مادرزادی یک چشمش کور و نابینا بود و چشم مصنوعی داشت. از من 14 سال بزرگتر بود و زیبایی چندانی نداشت. دوست نداشتم باهاش ازدواج کنم. پدر و مادرم منو مجبور به این ازدواج کردن. از بعد از ازدواج با حمیدرضا زندگی روی دیگه‌ای رو بهم نشون داد. حمیدرضا برعکس ظاهر زشتی که داشت، فوق‌العاده مهربون و دلسوز بود. هر کاری برای شادی و خوشحالی من میکرد. بهترین کادوها رو برام میخرید. بهترین مسافرت‌ها میبردم. انگار خدا دلش به حال من سوخته بود و بهم ثابت کرد که نباید از روی ظاهر آدم‌ها اونها رو قضاوت کرد. بعد از هر سختی حتما خوشی هست. شوهرم قلبی از شیشه داشت. من عاشق رفتار و مردونگیش هستم. اصلا ظاهرش برام مهم نیست، با اینکه یک چشم نداره. خدا رو شاکرم که بعد از اون همه سختی و بی‌توجهی و بی‌مهری ها از طرف پدر و مادرم، خدا یه شوهر خوب و مهربون بهم داد. شوهرم فوق‌العاده عاشقمه. من خیلی خوشبختم. دوستان عزیز و همراهان گرامی، ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودین. لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برامون کامنت کنید.